بالاترین سطح ارتعاش در سیاره زمین رو گل‌ها دارن. آخرین هدیه تکامل در سطح تجلی فیزیکی در این سیاره گل‌ها هستن و بدن انسان میزان انرژی حیاتیش بر اساس اندازه‌گیری آندره بوویس فیزیکدان فرانسوی 6500 بوویسه. میوه ها 7000 8000 10000 لیمو ترش 10000 نارگیل 16000 بوویسه. ولی وقتی به گل ها میرسیم این عدد خیلی میره بالا. یه موادی هستن که اینا از 200,000 بوویس حتی انرژی حیاتیشون بالاتره، بهشون میگن سوپر فود یا ابرخوراک. یکی از اون ابرخوراک ها گرده گله که 230,000 بوویس انرژی حیاتی داره. یکی از 10 ابرخوراک برتر سیاره زمین. یه توضیح کامل کننده تر، گل چیه؟ آخرین هدیه تکامل در سطح تجلی فیزیکی در این سیاره گل ها هستن. بالاترین سطح ارتعاش رو گل ها دارن و بالاترین سطح ارتعاش مال توی آخر گل هاست. اند ارتعاش در سیاره مال گرده گله. متوجه شدین چیه؟ بهش میگن خاویار گیاهی. مثل خاویار انرژی خیلی انرژی زیاده، خیلی انرژی زیادی داره و یکی از مواد گیاهی است که کامپلیت پروتئین کامله، مثل گوشت میمونه. هر 20 آمینو اسید رو یک جا داره.